حالا بعضی هم که 1 سال 2 سال 3 سال هم هستن بازم یادشون رفت. اینی که یادت میره میای تو بازی واسه بغل پا که 10 تا بخوای باز بدی 5 تاش درسته، 5 تاش هم نه. آقا در مورد توپ، آقا مهمه دیگه، توپ باید بدونید هر جایی از زمین که هستی، حالا میخوای پاس بدی، میخوای شوت بزنی، باید بدونی که به کجای توپ میخوای ضربه بزنی، درسته؟ آقا من میخوام توپ بزنم بره تو گل، باید بدونم به کجای توپ باید بزنم که به مدافع نخوره، از مدافع عبور کنه. خب آقا ما قسمت های توپ رو توپ اگه صورت انسان تصور بکنی، پیشونی انسان کجای توپ میشه؟ روی توپ، درسته؟ که اگه ضربه بخوره به روی توپ حالت پله پله میاد پایین. ببین ضربه زدم توپ، دیدید؟ حالت پله پله میاد پایین. بیشتر مثلا ضربی بیشتر این کاربرد بسکتبالیستاست دیگه، می‌بینی با روی توپ بیشتر کار دارن بسکتبالیستا. آقا بعدیش میشه بینی توپ. بینی توپ یا همون میشه شکم توپ. فرقی نمیکنه، از این ور شکمش اینجاست، از این ور شکمش اینجاست، از اون ور شکمش اینجاست، همون وسط توپ. که هر ضربه‌ای بخوره به شکم توپ، توپ چه مسیری رو پیدا میکنه؟ توپ مستقیم. من دارم با دست ضربه میزنم، مستقیم میکنه. اصلا با سر ضربه بزنم مستقیم میکنه. بدونم حالا آقا میخوام با سر میخوام بزنم به پیغامی، توپم مستقیم میکنه. هر ضربه ای که بزنم به توپ، به شکم توپ، چه مسیری داره توپ؟ مستقیم. گوش های چپ و راستم میشه گوشه های توپ. که اگه ضربه بزنم سمت راست میره سمت چپ، بزنم سمت چپ میره سمت راست. حالا کم کم، حالا این دیگه داره سخت‌تر میشه، کم کم که تمرین بکنی یاد. چونه انسان هم کجای توپ میشه؟ زیر توپ یا پایینه، که هر ضربه‌ای بزنی توپ کجا میره؟ حامد توپ کجا میره؟ بالا. مثلا زیر توپ بیشتر والیبالیستا کار دارن که مثلا ساعد بزنن یا پنجه بزنن. ما فوتبالیستا بیشتر، نمیگم کار نداریم به بقیه ها، میگم بیشتر با شکم توپ کار داریم. اوکی آقا، اصلا کار ندارم بازی کنی که امروز اومده یا 4 سال اومده یا 2 سال اومده. تو اگه بلد باشی تو میدونی آقا، مثلا تو جریان بازی هستم، یه مدافع جلوی منه، باید الان به شکم توپ ضربه بزنم که از مدافع رد بشه یا به زیر توپ. به کجا توپ باید ضربه بزنم؟ چرا؟ باریکلا. وقتی اینو بدونی و بفهمی دیگه نمیای بزنی به شکم توپ بخوره به مدافع، میزنی زیر توپ که توپ از روی مدافع رد بشه. اوکی؟ حالا آقا دروازه تک به تک گیرت اومده، حالا به کجای توپ ضربه میزنی؟ مدافع هم نداری، حالا به شکم توپ ضربه میزنی، دیگه نمیای به زیر توپ بزنی که توپ بره اوت. این از توپ، این از توپ. اوکی؟ حالا میریم واسه اولین تکنیک و مهمترین تکنیک، پاس بغل پا. آقا همه 2 تا پا داریم دیگه، درسته؟ یه پاهمون که بیاد روی توپ میشه پای چی؟ پایی که روی توپه یا ضربه میخوام بزنم به توپ، چه پاییه؟ نمیدونی.
مهرادم که آزوچی اکبری خواب پایی که روی توپه یا ضربه میزنیم به توپ بهش میگیم پای ضربه زننده. پایی که روی زمینه بهش میگیم پای تکیهگاه یا پای تعادل که اجازه نمیده من بخورم زمین. اگه این نباشه که من بخورم زمین، چرا؟ توی یه پام هواست یا دارم ضربه میزنم. اوکی. پای تکیهگاه، پای تکیهگاه همون پایی که باهاش شوت نمیزنی یا پای تعادل کنار تو میبینی منو کامل کنار تو. به چه اندازه؟ به 4 اندازه یا 1 متر. میبینی الان اینجایی که کنار توپه دقیقا 1 متر. نزدیک توپ به این اندازه، به این اندازه هم میتونیم بگیم نزدیک. یه خورده از توپ فاصله دارتر، اندازه 4 انگشت یا 1 متر. پای ضربه زننده، آقا پای تکیهگاه نباید عقب باشه نه جلوی توپ، کامل باید کنار توپ باشه، باید کنار توپ باشه. پای ضربه زننده هر کسی با یه پایی ضربه میزنه. آقا من با پای راست ضربه میزنم، ممکنه یه بازیکن با پای چپ ضربه بزنه. الان که من با پای راست ضربه میزنم پای چپم میشه تکیهگاه. اگه پای چپم ضربه زننده باشه پای راستم میشه پای تکیهگاه، پای راستم میشه پای ضربه زننده. حالا آقا بغل پا رو باید به کجای پا زد؟ زیر قوزک پا یا می‌بینی گودی کفش. گودی کفش پا کجاست؟ اینجاست. می‌بینی گودی کفش پا رو نشون بده ببینم. آفرین. بالاش اینجا، بالاش. مچ پامون هم باید محکم باشه واسه ضربه زدن. مچ پا محکم، پشت توپ. حالا به کجای توپ بخوره؟ به شکم توپ. حالا به چه صورت؟ فهمیدیم که آقا باید با کجای پا ضربه بزنیم. با کجای پا باید ضربه بزنیم؟ با کجای پا باید ضربه بزنیم؟ کجای پا؟ نه الان گفتم. برآمدگی رو نشونم بده. بلند شد اینجا. خب با کدوم پا اول شوت میزنیم؟ با این. برآمدگی این. ببینی اینجا رو؟ بله؟ باید با اینجا بزنیم. ببینی دست منو کجاست؟ دقیقاً با اینجا. حالا باید کامل پشت توپ باشه، پایی که میخوام باهاش ضربه بزنم، و ثابت. پا میاد دنبال توپ، همین که هست به شکم توپ ضربه میخوره و بعد ضربه پا دنبال توپ میاد بالا. میبینی پا منو؟ همین ثابته ها. پا منو ببین. میبینی پا من ثابته؟ صافه. اگه بعد ضربه پای من تکون بخوره اینجوری بشه یا اینجوری بشه، توپ میره چپ یا راست. پس واسه این که بخوام توپم مستقیم بره باید پام مستقیم دنبال توپ بیاد بالا. با کدوم ها شوت میزنیم؟ با این. پس میشه این پای تکیهگاه. این پا باید بیاد اینجا. آفرین. پای ضربه زننده کدوم بود؟ آفرین. خب این پا باید به همین صورت بشه. ببینید همین بخوره به شکم توپ. بزن به شکمش. آروم آروم بزن که توپ فرار نکنه. آروم. دوباره. خب حالا همینو که زدی
پات دنبال مهراد بالا بزن. دیدی؟ حالا توپت مستقیم رفت. کنترل. دیدی؟ کنترل. اول کنترل کن بیار جلو مهراد. حالا بغل پا. باریکلا. دیدی مستقیم میره تو پا؟ اون خوب پوش دادی. آفرین. باریکلا. نه دیگه رفت نگیر. درست. نه. همه کنترل بکنی بعد